Ulu Tanrı'nın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 58م مهندسی جهل این سری برنامه ها رو ادامه میدم. بریم سر کتاب هایی که قبلا دانلود کردیم ببینیم که کدوم کتاب ها رو دیروز تلاش کردیم کتاب شاه و گدا مثنوی نامه رو به ترکی بخونیم. نرسیدیم به داستان، خود داستان، ولی در مورد اینکه نویسنده عقاید دینی خودش رو یا ایدئولوژی خودش رو و رهبران خودش رو تقدیس میکنه و از اونجا شروع کرده و رسید به اینکه در دوره سلطان سلیمان قانونی میزیسته و در راستای درخواست دوستانش میخواد یک کتابی در رابطه با عشق اصیل بنویسه که در اون نقش مادی زیاد دیده نشه و همچنین نقش انسانهایی که به هم عشق میورزن رو از بین ببره. در نتیجه یه داستانی رو به شکل شعر شروع میکنه، یه مثنوی رو، و ادامه میده که ما نرسیدیم بخونیم همه کتاب رو، قطعا هم نمیتونیم برسیم. هدف هم این نیستش که کتاب بخونیم. هدف الان دو سه چیز هست. یکی این که نشون بدیم که یک سیستم مهندسی جهل جهانی وجود داره که نمیخواد ترک ها با تمدن مادی و تمدن قلمی یا مکتوب خودشون آشنا بشن. دوم اینه که من میخوام نشون بدم که یه آدم 60 ساله تحصیل کرده با مدارک دانشگاهی توانایی خواندن به زبان مادر خودشو نداره و این تقصیر من تنها نیست، در حقیقت تقصیر من نیست، این تقصیر یک رژیمیه که سرکوب کرده و اجازه نمیده ما انسانهای ترک به زبان خودمون آموزش ببینیم و در نتیجه ما انسانهای چند ده میلیون انسانی که در واحد سیاسی یا موجود سیاسی به نام ایران زیست میکنیم در 100 سال گذشته با جهل متولد شدیم، با جهل زیستیم، با جهل هم مردیم. میلیون ها، 10 میلیون در این 100 سال گذشته به این شکل زندگی کردیم و بی سواد زیستیم و بی سواد مردیم. و اون چیزی هم که فارسا به نام زبان فارسی و چیزای دیگه به ما یادن همه در مسیر این بود که سلطه و هژمونی اونها بر ما رو بپذیریم و مهندسی جهل اونها در ما رسوخ عمیق‌تری داشته باشه. چون تمرکز مرکزی یا ثقل تمرکز پانفارسیسم و پان ایرانیسم این بوده که این مهندسی در ما شکل بگیره، این مهندسی ما رو به شکلی که میخواد در بیاره. در نتیجه میبینید در 100 سال گذشته در این واحد سیاسی اتفاق خاصی از نظر انسانیت، از نظر فکر، از نظر فلسفه، از نظر آموزش، از نظر توسعه، از نظر اختراعات و اکتشافات و توسعه اقتصادی و توسعه اخلاقی و مادی و اینها هیچ توسعه آزادی ها، دموکراسی، عدالت، اخلاق، درآمد، توسعه شهری، شهرنشینی، انسانی، حقوقی، اینها به وجود نیامده. علتش این برای اینکه تمرکز این 100 سال بر این نبوده که انسانها توسعه پیدا بکنه از نظر عقلی، از نظر حقوقی، از نظر مادی و رفاه و آرامش و امنیت، از نظر علمی و تکنولوژیکی و اختراعات و اکتشافات. هدف این نبوده. برای همین هم تمامی سرمایه های اینجا برای این صرف شده. یعنی هدف این بوده که یک مهندسی جهل رو بتونن جا بندازن و بتونن به همه ملل این 100 سال به 5-6 نسل این رو تحمیل بکنن. با وجود این که موفق نشدن کاملا، اما میشه گفت که حدود 50-60% به موفقیت دست یافتن، برای اینکه خیلی از انسانها
مثلا خیلی که نگیم 99% انسان ها نمیدونن که ترک ها دارای تمدن مادی مثل شهرسازی، مثل تمامی نهادهای شهری در گذشته، معماری، هنر، نقاشی، موسیقی، اختراعات، اکتشافات، تو ایجاد مفاهیم عقلانی و غیر مادی یا مجرد، اینها رو ترک ها داشتن. و همچنین تمدن مکتوب، منظورم از تمدن مکتوب آثاریه که روی سنگ ها، روی گل نوشته ها، روی کتاب ها، روی کاغذ و روی هر چیزی که نوشته شده و به نسل ما رسیده باشه عبارت از این هاست. ولی ما ترک ها از اینها بیخبر هستیم و خب وقتی از اینها بیخبر باشیم یعنی مثل قارچی هستیم که ریشه در زمین نداریم. این قارچ بی ریشه‌ای که ریشه در زمین نداشته، الان من تلاش میکنم نشون بدم که آقا نه، ما ریشه داشتیم، ما تمدن مکتوب داشتیم، ما تمدن علمی داشتیم، ما تمدن اختراع و اکتشاف داشتیم، ما تمدن کشف نجوم داشتیم که بیشتر نجوم حداقل در عصر 21 که داریم زندگی میکنیم، در قرن 21 حداقل 50% نجوم و کرات و کواکب آسمانی به نام مسلمان هاست. ما حالا اینها رو نمیدونیم. کشفیاتی داشتیم، الجبر رو داشتیم که امروزه در کامپیوتر استفاده میشه، در اینترنت استفاده میشه، در علوم جدیدی که مربوط به کامپیوتر اینترنت هست استفاده میشه. دیگر علومی داشتیم که در چشم پزشکی و عکاسی و اینها استفاده میشه، ولی ما امروزه از اینها بیخبریم. در نتیجه اعتماد به نفس هم نداریم. اعتماد به نفس زمانی میاد که من بدونم من در گذشته یه کارهایی رو کردم، دوباره میتونم کارهای دیگری رو بکنم. من خودم الان سومین چیزی که من اینجا میخوام بگم اینه که من به شخصه میخوام زبان ترکی رو یاد بگیرم، با آثار مکتوب ترکی آشنا بشم، زبان ترکی رو یاد بگیرم، با این آثاری که پدران ما در 1000 سال گذشته یا 1500 سال گذشته ایجاد کرده اند، با قلم و هر چی که روی هر چیزی که نوشتن و به ما منتقل کردن، میخوام با اینها آشنا بشم. خب باید وقت گذاشت، باید سرمایه گذاری کرد برای این منظور و من حالا در این مسیر هستم. این 58مین جلسه هستش که من دارم در این مسیر کار میکنم. روزانه حدود 2 ساعت، یک کمتر وقت میذارم برای این قضیه. کتاب‌های مختلف رو هم میخونم با این هدف که خودم اول بدونم و بعد اگر علاقمندانی باشن میتونن این کتاب‌ها رو به جامعه فارس و دیگر جوامع هم حتی ترک‌ها نشون بدن، میگن آقا ما این کتاب‌ها رو داشتیم و به زبان ما بوده، به زبان غریبه نبوده و این رو پدران ما ساختن. بر اساس همین ها بود که تونستن امپراتوری نگیم، خلافت اسلامی رو 1000 سال در دستان خودشون داشته باشن و بتونن جهان از چین تا قلب اروپا رو، تا پشت دروازه وین رو بتونن اداره بکنن. و در حالی که در ایران امروزی 10-12 تا ملت و 3-4 تا دین وجود داره و اینها نمیتونن اداره بکنن، پدران ما تونستن از چین تا اروپا رو با صدها ملت و صدها دین و صدها زبان بتونن برای 1000 سال اداره بکنن. این نشون میده که ما یه فرهنگ داشتیم، یک تمدن مکتوب داشتیم، یک تمدن زیستی سیاسی داشتیم، یک تمدن اقتصادی اجتماعی اداری داشتیم، یک تمدن در هنری و شهرسازی و حقوق داشتیم و بر اساس اینها میتونستیم این همه انسانها رو در حالی که در ایران در عصر 20 و 21 با این همه تکنولوژی و ماشینالات و امکانات نمیتونن 10 تا ملت رو با 4 تا زبان، با 10 تا زبان یا بیشتر و کمتر یا 4 تا 5 تا دین بتونن نگه بدارن، در حالی که چرا؟ برای اینکه تمدن نداره. من در این مدتی که دارم این کتاب رو میکنم خیلی فکر میکنم که تمدن چی هست.
اخیراً از اینجا در کانادا به جنگل وجود نداره، وودز وجود داره، درخت، جایی که درخت وجود داره. اینها وقتی میگن جنگل یا جانگل، منظورشون 2 تا جنگل در دنیا وجود هستش، یکی در آمازون، یکی در آفریقا. بقیه رو جنگل نمیدونن. ولی ما وقتی میگیم جنگل یا مشه در ترکی، عبارت از جاییه که اونجا انسان زندگی نمیکنه، درخت‌ها خودرو هستن و حیوانات وحشی زندگی میکنن. ما انسان ها هم هر از گاهی از اونها بهره برداری میکنیم. خب به اینجا میگیم مشه. حالا من داشتم در همین مشه های اینجا قدم میزدم، یهود متوجه شدم که مشه در کانادا یک دسته، خیلی فقیره. در آمریکا هم همینطور. یعنی چی؟ یعنی که تنوع درخت ها رو اگه بخواید جمع بکنید شاید 20 تا نباشه. 20 نوع درخت در اینجا در کانادا وجود نداره. انواع مثلا کاج رو ول کنید. کاج بگیم که 2 تا 3 تا، حالا اینا ممکنه 10 نوع 20 نوع کاج داشته باشه، ولی کاج دیگه از خانواده کاج هستن. کاج اکثریت چیز هستش. هر از گاهی ممکنه که اینجا و اونجا، ممکنه خیلی کم، ممکنه چنار وجود داشته باشه. در خیابون هایی که شهرها هستن ممکنه که حالا ما گراغاج میگیم، نمیدونم به فارسی چی هستش، اونو ممکنه ببینیم. و 150 سال پیش در اینجا، 170 سال پیش در اینجا درخت سیب وجود نداشت، درخت انگور وجود نداشت. خب یعنی، ولی تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی آذربایجان. وقتی شما مشه های آذربایجان میرید، جنگل های آذربایجان میرید، شما نه تنها درخت های جنگلی رو میبینید، همین کاج رو با انواع مختلف اون میبینید، همین چنار رو با انواع مختلفش میبینید، همین سرو یا سویوت قلمه رو میبینید، همین داغداغان، همین حالا اسم درخت ها یادم رفت، من این همه درخت رو یادم بود که وجود داره. در علاوه بر این درخت های جنگلی، درخت های میوه داریم تو مشه های آذربایجان. این تمدن رو نشون میده. شما در جنگل های اینها، در جای خارج از اونجایی که انسان زندگی میکنه، درخت میوه نمیبینید، ازگیل نمیبینید، فندق نمیبینید، گردو نمیبینید. درختان جنگلی ما عبارت این نشون میده که ما یه تمدن داشتیم اونجا. جنگل های ما فقط درخت های جنگلی نیست، محل زیست حیوانات و انسانه. در اینجا در کانادا و در آمریکا، در میان این درختان اینها خیلی شما تنوع جانوری نمیبینید و خیلی انبوه نمیبینید، برای اینکه با چی باید زندگی بکنن؟ خب از این بگذاریم، حالا بریم کتاب امروز رو. یعنی به نظر من، حالا میخواستم اینو بگم که به نظر من نگاه به جنگل و درختها و تنوع درختها و جایی که درختها انسان زیست نمیکنه اما درختها هستن، اونجاست که شما میتونید محصولات تمدن بشری رو ببینید. ما از این زاویه، یعنی انسان ها از این زاویه فکر میکنن تا الان به تمدن بشری نگاه نکردن، ولی من دارم اینجوری نگاه میکنم. خب به هر حال یه تمدنی رو اونجا میبینیم. بریم کتاب، یکی 2 تا کتاب برای امروز باز بکنیم. حالا اخیراً عوض کردیم سیستم برنامه رو. برنامه هر کتاب رو تو یه برنامه میخوایم معرفی بکنیم و تمام. خب حالا اینجا امروز 2 تا کتاب دانلود کردیم. حالا این چی هست؟ ببینیم که من چه کتابی رو دانلود کردم. Adlım Şah İsmail El Yazma.
حالا این چی هست؟ ببینیم این آدلم شاه اسماعیل، این شاه اسماعیل مشهور چه کسیه، ببینیم که این چی هست. اول یه نگاه خیلی خلاصه به کتاب بندازیم. ظاهرا کتاب همین کافیه، نه یه مقدار بزرگش بکن برای اینکه این صفحه کتاب این هست دیگه، احتمالاً جلدشه، بوک شهیر، این احتمالاً تو اسلامبوله. اسلامبول البته دیگه بعد از آتاتورک شده استانبول، ولی این اسلامبوله. حالا استانبول یعنی چی؟ اسلامبول یعنی جایی که اسلام رو به دست آورده، بول کرده، پیدا کرده. ولی این که استانبول باشه، استان یعنی چی؟ که بول کرده. چه چیزی رو این شهر بول کرده شده استانبول؟ Büyük Şehir Belediyesi Atatürk کتابخانه نگفته، مثلا خیلی ترکیش کرده این رو، گفته این مارک کتاب رو، جلد رو باز کرده، دو طرف از پشت یعنی این رنگ وسط که میبینید یه حالت سبز داره، اون مارک هم مارک آرم هم آرم شهر اسلامبول هستش و این دو طرف کتاب رو باز کرده و از اون شیرازه، از پشت شیرازه عکس گرفته. اینجا داخل کتاب رو میبینیم دوباره همون آرم با همون آرم. اینجا مشهور شاه اسماعیل میکایسی، این همون شاه اسماعیل ماست، ما آذربایجانی ها، همون شاه اسماعیلی که دست پرورده احتمالاً فارس ها یا تات ها هستش در شمال، در گیلان و مازندران، و احتمالاً، نمیدونم، مطمئن نیستم، احتمالاً توسط عواملی تربیت شده که بتونه در مقابل، یعنی در آینده وقتی این بچه بوده تا 12 سالگی اینو تربیت کردن تا بتونه در آینده در مقابل خلافت اسلامی، حتی امروز هم ایران ادعا داره که مرکز جهان اسلامه. همین خامنه‌ای ادعا داره که ایشون رهبر جهان اسلامه. هیچ جای جهان اسلام براش تره خورد نمی کنن، اما یک شکاف اجتماعی به وجود آورده. از همون دوره شاه اسماعیل صفوی احتمالاً تا امروز جهان اسلام رو از پشت ضربه زده اینها. خب پدران ما هم برای این خدمت کردن، رفتن براش جنگیدن، کشته شدن و کشتن و بیش از با هیچ غیر مسلمانی هم جنگ نکردن، یا اگر جنگ‌های محدود با غیر مسلمان داشتن، ولی همیشه با مسلمان ها جنگیدیم، همیشه با ترک‌ها جنگیدیم، همیشه با خلافت ترک‌ها جنگیدیم و تلاش کردیم اون خلافت رو از بین ببریم و در مقابل غرب مسیحی، منظورم غرب مسیحی تنها غرب جغرافیایی نیست، حتی روسیه هم مسیحیه، در مقابل اونها تلاش کردیم تضعیفش بکنیم عثمانی رو، تا هر وقتی که غرب مسیحی یعنی روسیه نیاز داشت که با عثمانی جنگ بکنه، سریع جبهه از طریق صفوی و شیعه ها در مقابل عثمانی باز میکرد. عثمانی باید یه بخشی از نیرو و امکانات و مغزشو و فکرشو و تمامی امکاناتشو اونجا صرف میکرد و یه بخشیشو صرف اینجا. یا وقتی که از طرف غرب، اروپای غربی میخواستن در علیه عثمانی یه جنگی رو راه بندازن، یا در یه جنگی عثمانی رو تضعیفش بکنن، اگر عثمانی داشت شکست میداد، سریع میومدن صفوی ها رو بسیج میکردن، صفوی ها از این طرف حمله میکردن و عثمانی با دو جبهه باید میجنگید. در نتیجه بعضی از دوستان صفوی رو عامل و جاسوس جهان غرب مسیحی میدونن.
جهان مسیحی میدونن و که توسط فارسا و یا اینا اداره میشه. حالا ببینیم که این کتاب رو یه نگاه خیلی کوتاه به کتاب بندازیم. میبینیم اینجا کتاب خیلی تو دل هم نوشته شده، حاشیه های بسیار زیادی هم براش نوشته شده، یک با رنگ برعکس عثمانی ها که کتاب ها رو وقتی رنگ با خطکشی میکنن، کادرسازی میکنن، با یه رنگ دیگری مثل قرمز چیز میکنن و خطاطی میکنن، ببخشید حاشیه میکشن براش یا خط کشی میکنن، ولی در اینجا میبینیم با سیاه این کارو کردن. حاشیه کتاب معلومه که خیلی ها اومدن در این باره نظراتشون رو، یا خواننده‌ای که وجود داشته اومده نظراتش رو نوشته. شاه اسماعیل اسمش هم، اسم کتاب شاه اسماعیل. بالای نقشه رو میبینیم، امیدوارم بتونیم اینو بعدن که برمیگردیم ببینیم که بزرگش بکنیم، این عکس رو بهتر ببینیم، نقاشی رو بهتر ببینیم. همین حاشیه ها رو میبینیم، خطا و سطرها خیلی به دل هم فرو رفتن، قابل خوندن هست به نظر من ولی استاندارده. این کتاب با آنکه نمیدونیم حالا چه کسی نوشته، بعدن اینو شاید بتونیم ببینیم در چه تاریخی نوشته شده این کتاب، به چه زبانی هست هنوز نمیدونم، باید برگردیم. ولی همین که نگاه میکنیم میبینیم که نقاشی داره اینجا. شاه اسماعیل çadırda kızı gördük. اینجا یه نقاشی رو میبینیم که شاه اسماعیل یه دختری رو در داخل چادر مثلا دیده. حالا من حاشیه ها برام مهمه، وجود زیاد حاشیه نشون میده که باهاش حالا یه نظر انتقادی بوده یا تکمیلی بوده نوشتن، یعنی بیش از متن حاشیه رو ما میبینیم که خیلی از این جهت مهمه. یه نقاشی دیگری رو دوباره داریم اینجا میبینیم که بعداً اگه بتونیم به اینها، یه نقاشی اینجا دوباره شاه اسماعیل، اینجا آلدی شاه اسماعیل. حالا ببینیم که چی هست. دوباره نقاشی. این کتاب احتمالاً جزو اولین که نمیدونم، حالا میگم اولین، این یه چیزی که از فارسا تو دل ما مونده، اولین و نمیدونم بهترین و بزرگترین و اینها مال ایناست، برای اینکه مغزشون رو تهی بکنن و این کلمات بهترین و بالاترین و بزرگترین و فلان و بهمان، این ترین ها برای شستشوی مغزی، برای اینه که یک اعتماد به نفس کاذب به اینها بدن که به محض اینکه متوجه بشن نه بهتر از این وجود داره، بزرگتر از این وجود داره، میریزه، فرو میریزه این اعتماد به نفس. و این اعتماد به نفس متاسفانه برای همه در ایران ساختن و این به محض اینکه انسان‌ها با دنیای جدید آشنا بشن فرو میریزه. و حالا کتاب رو ببینیم، نقاشی ها رو داریم میبینیم. حالا اینجا با نقاشی دیگر میبینیم حاشیه نویسی خیلی زیاده. اینجا کتاب دیگه هم با خط ریز نوشته و هم بیشتر تو دل هم رفته، ولی استاندارد، هنوز استاندارد، یعنی صداها رو روی این شکل کلمات و حروف میبینیم. با دوباره اینجا با نقاشی و اینها، شاید جزو اولین کتاب هایی باشه که نقاشی کشیده شده براش. اینجا ظاهراً کتاب به پایان میرسه. خب این کتاب خیلی کوتاه ظاهراً، بذارید ببینیم هیچ اطلاعاتی. 178 صفحه نه نیست، این 24 صفحه است، خیلی زیاد نیست. آدم میتونه این رو در عرض 1 ساعت تا 2 ساعت بخونه حد اکثر. خب برگردیم سر کتاب. کتاب رو میبینیم اینجا حالا کتاب رو بزرگش میکنیم که 2 صفحه به کتاب در اینجا جا بگیره. نگاه کنید. حالا با یک اولش شاه اسماعیل حکایتی، مشهور شاه اسماعیل حکایتی، اون داستان حکایت مشهوریه که از شاه اسماعیل به جا مونده، اینجا نشون میده و ما یک آدمی رو با یک کلاهی که حالا به شکل خاصی داره روی اسب با یک شنل میبینیم که روی اسب نشسته و یه نیزه دستش هست.
دم اسب رو بسته که علامت اینه که به جنگ میخواد بره. اون نیزه هم علامت اون هست و با یه غروری که برای اسب و برای این آدمی که رو اسب نشسته کشیدن. حالا پشتش هم درخت و کوه و اینجور چیزا هست و آسمان. در سعادت، حالا این چیه؟ این در سعادت چی هست نمیدونم. بذارید ببینیم این مهر رو میتونیم بخونیم ببینیم این مهر چی هستش اینجا. امنیت مطبعسی، وزیرخان، رومی، احتمال میدم 1033 باشه، سنه 1033 فکر میکنم این باشه. کودسی تجر کتابلار. حالا این چی بوده؟ اینجا یه این هستش نمیدونم. الیازما کودسی تجر کتابلاره. حالا اینم هست. این 765. رومی سال میلادی باید باشه. این فکر میکنم 1033 هستش، 1133 ببخشید، احتمال میدم اینه، یا 1000 نه این 330 ممکنه باشه ولی اینجا 30 هم نیست. به هر حال شاید یه علامتی پیدا کردیم که این رو بهتر ببینیم. خب این کتاب رو اینجا طول عرضش هم گذاشته. طول عرض کتاب وقتی 2 صفحه رو باز میکنیم، 2 صفحه و جلد 131 سانتی متره و طول کتاب این عرضش بود، عرض 2 صفحه. یعنی اینو اگر 31 رو تقسیم بکنیم میشه 15.5 سانتی متر هر صفحه. عرض هر صفحه 15.5 و طول کتاب هستش 23 سانتی متر یا 23.5 سانتی متر احتمالاً. حالا این از این. حالا این نقشه چیز رو ببینیم، اول بزرگش بکنیم این صفحه رو ببینیم. اسماعیل، شاه اسماعیل اینجا نوشته و اطرافش یه چیز رو نقاشی کردن، مشخص نیست، به رنگ سیاه چیز هستش انگار که یه چیزی. و این حالتی که امروزه آرم شده برای خیلی جاها، نمیدونم حالا گندم هست یا درخت زیتونه یا هر چی که هستش. دوباره در صفحه 3 با یه نقاشی دیگری روبرو هستیم. حالا اینجا این پادشاه هستش، اینم درویش احتمالاً. اینجا هم نوشته پادشاهın derviş ile görüştüğüdür. Raviler şöyle rivayet ederler ki Əcəmdə bir şah var idi. حالا نویسنده در عثمانی هست، برای همین داره میگه در عجم. عجم منظورش ایران هست، ایران امروزی. در اون زمان ایران وجود نداشت، حالا میبینیم. برای همین میگه، نمیگه در ایران یه شاه بود، میگه راویler şöyle rivayet eder. راوی ها اینجوری روایت میکنن که عجمده، ایران نبوده، برای همین میگه عجم. عجمده bir şah var idi. در عجم، عجمستان یه شاهی بود. گندهار پادشاهی derlerdi. به اون پادشاه گندهار میگفتند. نگاه کنید سرزمینی هم که داشته، به سرزمین مثلا اصفهان و تبریز و آذربایجان و فارس و اینها مشهور نبوده. این چی بوده؟ گندهار پادشاهی درلردی، به اون پادشاه گندهار میگفتند. اما bunun dünyaya hiç ذریتی gelmedi یا ذریتی. اما این پادشاه هیچ ذریه یعنی فرزندی به دنیا نیاورد. Bir gün padişah sabah namazını kılıp بعد yerine oturdu. یه روزی این پادشاه نماز صبح رو خوند و
گلوب، گلماخ از گل میاد، قبلا گفتیم چی هست. بعدو yerine oturdu. Sonra namazı kılandan sonra رفت رو جای خودش نشست، تختش نشست. این قده هستش خانم، قده خانم احتمالا یا قده خانم سلطان gelip şahın yanına oturdu. این قده خانم یا همون قده میشه، قده با ه حسن نیست، این قده خانم، خانم سلطان اومد و در کنار این شاه نشست. حالا اجازه بدید من کتاب رو بخونم بدون اینکه ترجمه بکنم. پادشاه bir kere ah çekip başı salladı. Hanım Sultan itti. Efendim, ne için ah çekersen? Hamdolsun bir eksikimiz yoktur dedi. Dediğinde inke ince nun hunde میشه. Dediğinde padişah itti. İtti انجام داد، گفتن. اینجا اتی یعنی انجام داد یه چیزی رو. حالا اینجا این فعل اونجا به معنی مثلا گفت به کار میبره. دیدی، ایتی. ایتی احتمالا به معنی ایتلمخ هم باشه. ایتی. evet اکسیم evet. اینجا evet گفته. evet به این لفظ اینجا نوشته evet. evet این که امروزه گفته میشه اون زمان این رو evet گفته. احتمالاً evet بوده. evet eskigimiz yok. Lakin dünyada bir evladım olaydı. Ben öldükten sonra tahtime oturaydı. Azıcık için, an için ah çekerim dedi. Canım sultan itti bu dünyada derd ölürse derman da bulunur. حالا شاه اینو گفت، خانم سلطان داره میگه که اینجا جانم سلطان نوشته ولی احتمالا همون خانم سلطانه. خانم سلطان itti bu dünyada derd olursa derman bulunur دیدی که گفتش که اگه در این دنیا دردی هست درمانش هم پیدا میشه. نگاه این دیدگاه الان درمان نیستش یعنی دنبال چاره و راه حل باشیم. دیدی olursa derman bulunur dedi. Bir gün seyaha çıkarsan belki derdine derman bulunur. Padişah emr eyledi. Tez bana vezir çağırın dedi. Bir de veziri çağırdılar. Gelip 7 yerden temenna el pence divan turdu. Gelip 7 yerden این احتمالا 7 زمین یا در 7 مرحله نمیدونم. 7 yerden temenna el pence divan turdu. در خدمت دیوان یعنی به طور رسمی ایستاد. توردی. پادشاه ایدی گفت var çare şuden 2 kat derviş خرگسی alıp gel dedi. var çare شده نه var çare şuden 2 kat. نگاه کنید اینجا این قات خیلی مهمه. 2 دست به جای اینکه بگه 2 دنه یا 2 چیز، این نشون میده که در زبان ترکی که به زبان چیز هم منتقل شده، فکر کنم از عربی احتمالاً اومده باشه، نمیدونم، هر جنسی، هر موجودی به نسبت به وضع خودش یا اسم خودش
اعداد خاص یا لغت خاصی برای شمارش داره. نمیگیم که مثلا تو عربی شتر نفر حساب میشه، میگن 2 نفر شتر. انسان هم 2 نفر انسان. مثلا 4 تا تویوخ. Beş baş inek. Büyük baş inek. Mesela büyük baş. 5 baş büyük baş hayvan. Mesela 5 büyük baş hayvan. Yani inek. گاو و اینجور چیزا. اینجوری هر حیوانی، هر جنسی واحد شمارش خاص خودشو داشته. حالا در اینجا نمیگه دست، bir dest, 2 dest. میگه که bir gat یا 2 gat. Hala az اینجا بخونیم اینو. 2 gat derviş xırgası alıp gel dedi. Vezir dahi getirdikdə padişah itti. Ey lalesinin ile ay lale senin ile seyahate. این لاله ما امروزه میشنویم لاله، اینجا لاله نوشته. لاله همین لاله ای لاله senin ile seyahat çıkalım. Bakalım. حالا ما امروزه میگیم bakalım. اونجا گفته bakalım ayine doğuran ne gösterer deyip kalkıp yola revan oldular. 3 saat yer gedirip 3 saat yer gedirip bir çeşme başına vardılar. Padişah itti. Lale bu çeşmeden abdest alıp 2 rekat namaz kılalım. بعدهو biraz taam edip yolumuza gidelim. ببینید نگاه کنید دوستان، همین نشون میده که شهری وجود نداشته. شاه میخواد با لباس مبدل بره بیرون، از کاخ که میاد بیرون رفتن به یه سر چشمه آدمی نیست. میگه اینجا بشینیم غذا بخوریم بعد بریم ببینیم چی میشه. برای اینکه ما وقتی از شهر صحبت میکنیم بر اساس ذهنیت امروزمون میخوایم تاریخ رو هم اونجوری ببینیم. اینجوری وجود نداشته. عرض کردم سریعا برای اینکه تا 100 سال پیش، حتی تا 50 سال پیش، آقا تو مشروطه در دنیا ببینید وقتی انقلاب مائو انقلاب میکنه، انقلاب روستایی میکنه. برای چی؟ برای اینکه شهری وجود نداره، تولیدی صنعتی وجود نداره، کارگر وجود نداره که چیز باشه، شهر وجود داشته باشه. تمامی انسان ها در روستاها زندگی میکنن، برای اینکه محصول اصلی که بشر اون روز به عنوان کارگر یا کشاورز یا هر چی دامدار و اینا زندگی میکرد در روستا بود. شهری وجود نداشت. که شهر یه جایی بود که آدمهای مرکز و حالا چیزایی که حالا به ترکی اینها رو میگیم، مثلا اگر یادم بیفته دوباره وقتی این لغت ها رو میگردم نمیتونم پیدا بکنم، اینها مثلا بازرگان بگیم به فارسی، بازرگان، چدارها بودن و دستفروش ها بودن. اینها فقط تو شهرها میرفتن یه جنسی رو یا بقالی چکالی بود که برای اینکه اون کسایی که تو شهر حالا کار اداری انجام میدن یا کار نظامی انجام میدن یا عدلیه هستش، اینا اون سیستم اداری، برای اینها خرت پرت بفروشن. و این روستایی ها هستن که یا میارن یا این چدارها میرن از اونجا، دستفروش ها میرن از اونجا میخرن میارن اینجا میدن. خریدن هم به مفهوم امروز نبود که پول بدن، نه، یه چیزی رو از اینجا برمی داشت میداد اونجا میداد و یه چیزی میگرفت می آورد اینجا. در نتیجه تا سال 1356 در ایران شما آمارها رو نگاه بکنید، حدود 80 تا 90% مردم تو روستاها زندگی میکنن. بین 10 تا 15% مردم در شهرها هستن، در شهرهای ایران تا انقلاب، تا همین انقلاب.
بعد یواش یواش حالا در دوره رضا شاه مثلا این تا 92-95% بوده، یعنی 95% مردم تو روستاها زندگی میکردن و فقط 5%، 4%، 6% احتمالاً، یعنی خیلی کم، درصد بسیارنده که زیر 10% در شهرها زندگی میکردن. مثلا وقتی من میشنوم که دیروز یه مطلبی خوندم گفته بود که تبریز رو به مثلا شاه اسماعیل تبریز رو به شاه عباس تبریز رو به پادگان تبدیل کرد و 200,000 نفر. آقا تبریز رو در سال 1351 و 2 من که اومدم تبریز عبارت بود از چند تا محله بسیار دور از هم که وسطشون باغ نه به مفهوم امروز باغای کوچیک، نه، آقا زمینهای بسیار بزرگی بودن که از داخلشون نمیشد رد شد. حیوانات وحشی که سگهای بدون صاحب شما رو میخوردن. یعنی یکی میخواست از حکم آور بره مثلا قراقاج یا از قراقاج بره لاله مثلا که اصلا روستا بود. قراملک یه شهری، اصلا من خودم قراملک وقتی آدم میخواست بره، حالا بعدها خانه سازی رو راه ساختن، این چیز رو یه مقدار نزدیک کردن به قراملک، ولی بین قراملک تا مثلا آخونه خالی بود. از آخونه حالا قراقاجی بود که اینا بعداً ساخته شده بود، یعنی قبل در زمان مشروطه اینا وجود نداشت، قراقاج وجود نداشت مثلا. یه محله اونجا مثل یه روستا مانندی بود. حالا یه بازار اونجا بود که این اطراف، این روستاهای اطراف که امروز جزو تبریز حساب میشه، اون روز جزو تبریز نبودن، هر کدوم اسم خاص خودشون داشتن و اینها چیز بود. ما ذهنیت ما بسیار بده در مورد تاریخ و نمیخوایم این رو حداقل از بزرگانمون که اونجا بودن. مثلا من یه بار تو باغ گلستان نشسته بودم، داشتم با پیرمردان مصاحبه میکردم. یه پیرمردی گفت که میدونید در زمان مشروطه تبریز 12 محله بود و یه شعر گفت، من که ضبط کردم، صداش هست، حالا تو مدارک من در تبریز هستش اگر مونده باشه نمیدونم. من این نوار رو ضبط کردم، این صدا رو، اون شعر رو میخونه و اسم محله ها اونجا هست. 12 محله جدا از هم هستن که یکیش امیرخیزم نیست، امیرنگزه. حالا میگن امیرخیز، اون جایی که اونجا امیرها از اونجا برمیخواستن، نه، این امیرگز هنوزم تو زبان محلی ما امیرگزه. از رضا شاه به بعد حالا تلاش کردن اینجا رو یه اسمی براش امیرخیزی بذارن، امیرگز. حالا گالوب یولا روان اولدوler. حالا اینجا نگاه بکنیم، میگه که padişah etti. Aylarla senin ile seyahate çıkalım. Bakalım ayine doğuran ne gösterer deyip kalkıp yola revan oldular. 3 saat yer gidip, ببینید یول نمیگه، یول نبود، yer بود، یعنی راه نبود که مثل امروز. حالا میگه احتمالاً cığır بود و اینا، yol باشه yol میگه. yer gödüp bir çeşme başına vardılar. Padişah itti. Lale. Bu çeşmeden abdest alım. Abdest مال ترکیه است، در ترکیه امروزی گفته میشه، در عثمانی هم گفته میشده abdest، به چیزی که امروز وضو میگن. اصلا این چیزی ربطی به زبان فارسی نداره، این یه لغتیه که ترکا ساختن. اونم آب نیست، abdestte. Abdest alıp 2 rekat namaz kılalım. بعد biraz taam edip yolumuza gidelim deyip o çeşmeden abdest alıp namaza meşgul oldular. Padişah selam verdiği vakit gördü ki yanında derviş turur. Şah itti. Şah گفت یه درویش دید. شاه ایدی، درویش sen burada احتمالا ne gezer senin dedi.
dediğinde itti. Dedi kere etti. Hala اینو ببینیم. Gördükte yanında derviş turur. Derviş turuره. ببینید turur. Oturur nemige turur. Ehtimalen turur durmuş. Ha turur yani durur. İstade. Turur şah itti. گفت itti اینجا به معنی گفته دوباره. Derviş sen burada ne gezersin dedi. Kere itti. Kere اینجا حالا nere itti ya dedi nere itti. Padişahım seyahat gezer dedikte چی گفت؟ padişahım seyyahız gezeriz dedikte گفتش که پادشاهم سیاه هستیم میگردیم gezeriz. وقتی اینو گفت dedikte padişah itti گفت benim padişah olduğum neden bellidir. Derviş itti. Bu kemter gülünüz bu nice sene olup görmediğim serencam kalmadı. Nice kere tolduk, boşaldık. Nice kere tolduk, boşaldık. Senin padişah ve yanındaki vezir olduğun bilmesem yazık benim dervişliğime dedi. Padişah itti. Aman derviş baba sen benim padişah olduğumu bildin. Benim dahi derdime derman olursun dedi. Derviş itti. Padişahım derdi veren Hudadır. Derdi veren Huda derd dermanını dahi verer dedi. Bizler bir adna derviş dediğinde biz bir adna derviş dediğinde padişah derhal itti. Aman derviş baba sen benim yanıma geldin. Surette Mevla'dan hidayet ihsan dedikte ol vakt derviş تعارجغنه حالا اینجا این چی میشه نمیدونم. مولادن هدایت احسان دیدیکته اول وقت درویش تغارجغ حالا ما این رو تعارجغ نوشته دغارجغ ما امروزه دغارجغ میگیم این ت رو د میگیم. تغارجغنه ürüp bir elma çıkarıp padişaha verdi. Al padişahım bu elmanı saraya vardıkta yatsu namazını kıldıkta vardıkta yetişti ihtimalen yetsu namazını kıldıktan sonra elmanı soyup yarısın kendin ve yarısın hatta soymak میکنه سیب رو در اون تاریخ soyup yarısın kendin ve yarısın hanım sultana yediresin. ol gece احتمالا این yetsu نمیدونم چی باشه حالا ol gece birlikte yatasın. خیلی مؤدبه نگاه کنید اون شب با هم بخوابید birlikte yatasın inşallah Teala Mevla'nın izniyle. اینجا مولا میگه یعنی حالا شیعه داره یواش یواش این شیعه گری رو تو کلمات داریم میبینیم. شیعه گری با کلمات مثل مولا یعنی دیگه نمیگه الله
بالا هم یه جایی دوباره ببینید شاه هم وقتی باهاش صحبت کرد نگفت که الله، گفتش که مولادن هدایت احسان، یعنی از مولا میخواد. خب انشاءالله الله تعالی مولانن ازنیله، یعنی الله تعالی از خدا، از مولا اذن میگیره. مولانن ازنیله erkek oladın olar ama ben kelimce ismini koyma. Ben kelince ismini koyma. احتمالا gelmeyince، من gelmeyince ismini koyma. اسم بچه رو روش نذارید. siz almanın kabuğun dahi mahir kısrağa veresin. ببینید siz almanın kabuğun، خیلی زیبا گفته kabuğun dahi mahir kısrağa veresin. قصر حالا این یه حیوانی که نزاده هنوز، ولی این ماهر چی میتونه باشه؟ ماهر قصراغا veresin. İnşallah Allah 9 ay 10 gün tamamında senden bir erkek evlad ve mahir kısraktan bir tay dünyaya zuhur eder. tay نوعی اسبه، یعنی بچه اسبه. اون هم قصر اینجا اسبیه که منظور یه اسبیه که هنوز نزاده، اولین زایشش رو در پیش خواهد داشت. Veresen inşallah 9 ay 10 gün tamamında senden bir erkek evlad ve mahir kısraktan bir tay dünyaya gelir. tay اسم گفتیم که بچه اسبیه که به دنیا میاد. ظهور eder lakin ben gelmeyince ismi koymayasın. Ben kendim ismini görem dedi. گویرم dedi. احتمالاً گرم dedi یا گویرم dedi. حالا اجازه بدید من این حاشیه رو ببینم، میتونم بخونم ببینم این حاشیه چی هستش. دردی yok ile zülfü siyah hikayesi. حالا یه داستان دیگه رو حاشیه می نویشه. دردی yok ile zülfü siyah hikayesi. داستان یا حکایت نامه کسی که بی درده و دیگری که زلفش سیاهه. مثلا من اینو نشنیده بودم. درد yok ile زلف siyahın hikayesi. خیلی جالبه. راویان، احبار ve nakilan asar şöyle rivayet ederler ki Acem diyarında şehر عظیم var idi. حالا اینجا از یه شهر عظیم صحبت میکنه که در عجم هست. حالا ببینیم چی. اسمینه خراسان درلریده، او را خراسان میگفتن به اونجا. حالا خراسان اسم شهر نیست، اسم یه منطقه بسیار بزرگ جغرافیایی که داخلش چند تا کشور هست. جایی که ما میگیم مثلا ترک‌ها میگن خراسان، فکر کنم فارسی اصلا نمیدونن خراسان، فقط استان میدونن. الان اسم یه استان، 3 تا استان شده، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی. در گذشته یه خراسان بود، فارسا اینو میدونستن. ولی مثلا ترک‌ها وقتی میخواستن برن مشهد زیارت میگفتن خراسانا گدیرن، یعنی میریم خراسان. خراسان خودش یک ایالتی بود. حالا اونجا مثلا مشهد وقتی میرفت برمیگشت بهش میگفتن مشهدی یا مشدی. مثلا ما به پدرمون، مادرم به پدرمون نمیگفت مثلا اسمشو نمیگفت، اینا میگفته که مشدی.
در حالی که پدرم اصلا مشهد هم نرفته بود در اون زمانی که میگفت مشهد هم نرفت، ولی ایشون به همون به خاطر احترام مثلا میگفتش مشتی، مشهد. بعدش هم رفت شد مشتی دیگه. Hala. İsmine Khorasan değerleriydi. O şehirde Şah İsmail namında bir şah ve var idi. Bir şah var idi. Adl dad yerinde, seltenet kemalinde bir şah idi. Ve o şehirde iki bazergan var idi. Birinin adına Mahmud, birinin adına Muhammed bazergan derler idi. Bunlar mallerin hesabın bilmezdi. Gerek malda ve gerek ikisi, gerek malda ve gerek ikisi biriydi. İkisi bir idi. Bunların dünyada birer oğulları var idi. Her kudum bir peder داشتن. Birisi 19 yaşında, birisi 21 yaşında idi. Babaları bir gerindaş gibi çocukları dahi öyle çocukları dahi öyle bütün babaları bir gerindaş gibi çocukları dahi öyle bütün gün öyle de yemede içmede görüşmede iken günlerde bir gün Osman Şah emri eyledi bir şad ile muharebe, bir şah ihtimalin şah başı şah ile muharebe olunacak. Sefer talarken görmege asker tayin eyledi. Lakin hazinesinde para yok idi. Emr eyledi. حالا اینجا پس حاشیه من گفتم نقده احتمالا نقدی داستان دیگریه همزمان با داستان اصلی. داستان اصلی که مال شاه اسماعیله، داستان دوم در مورد دردی یوغیله زلف سیاه هستش. حالا ما با دو تا داستان در این کتاب روبرو هستیم. کاش بشه. حالا ببینیم چه وقته روی این کتاب داریم کار میکنیم. 58 دقیقه است. خب من برم آخر کتاب رو هم بخونیم یا عکسای کتاب رو ورق بزنیم، فقط عکس‌ها رو ببینیم، یه ذره کوچیکش بکنم، هر جا عکس دیدیم بزرگش بکنیم. داستان رو دیگه نمیتونیم دیدید که من به راحتی تونستم بخونم. خیلی سخت نیست خوندن این کتاب. یه مقدار باید نگاه بکنیم به صداهایی که روی این خطوط گذاشته شده و بر اساس اون این کتاب رو بخونیم. قابل خوندن هست و عکس‌ها رو حالا بریم ببینیم. اینجا عکس فکر کنم سوم هستش ها. شاه اسماعیل çadırda kızı gördü dedikler. بذار ببینم این چی میشه اونجا. شاه اسماعیل çadırda kızı gördük der. حالا اینجا دید دیگه، این دختر رو دید. من اینجا این فقط قسمت داخل کتاب که متن اصلی اونجا رو میبینم، برای همین چیز شعر هم هستش. این söyledi یعنی گفت. ببینیم اینجا چی گفته. Oğlanın akli başına gelip Mecnun gibi dört tarafa bakmaya başladı. Bakalım kıza ne söyledi. حالا این سبک روایت داستان دوستان، این سبک روایت سبک عاشق هاست. عاشق ها در آذربایجان در گذشته داستان ها رو اینها تعریف میکردن. عاشق ها این سازشون رو هم داشتن همراهشون
می اومدن در هر جایی که یه جمعیتی رو میدیدن مهمون میشدن، ممکن بود 10 روز 20 روز اونجا بمونن و یه داستان رو تموم بکنن. اگر داستان رو نیمه تموم میذاشتن و میرفتن یه جای دیگه، وقتی دوباره برمیگشتن مردم از اونها میخواستن بمونن و داستان رو تکمیل بکنن. خب اینها ساز داشتن و توی اون مجلسی که حالا برپا میشد اونجا راه میرفتن داخل اون، حالا خونه بود هر جا بود، راه میرفتن و سازشون رو کوک میکردن و داستان رو تعریف میکردن. وقتی که این داستان یه جایی میرسید که با شعر باید ادامه میداد، اونجا این رو هوا میگفتن، یعنی یک نوع ملودی خاصی رو اسمش رو میگفتن و بر اساس آن ساز رو کوک میکردن، ساز رو بر اساس اون میزدن و بر اساس همون هم میخوندن. حالا این به اینجا رسیده، میگه که اول این پسره داره میخونه، söyledi گفت ملول ملول باغان دلبر، ملول ملول باغان دلبر dötün bir yana ayrılık. Düşüm ihtimalen hastır. Yandı vücudum gel kül oldu. Olum divane ayrılık. Aldı kız. حالا دختره اون دیگه چیز نداره، ساز نداره اون دختره، عاشق ساز داره، ولی به خاطر حالا اون حرف دل دختر رو این عاشق می نویسه و ساز رو چیز میکنه. احتمالاً تو یک آهنگن، تو یک ملودی هستن. Bir havadadılar. Hava. O havanı hala çalır. Kız aldı. Yani hala doktoru میگه. Bilmezdim seni ezeli. Var git ben sennenem. Du geldi ya bağın gazeli. Du geldi bağın gazeli. Var git. Var git ben seninim. aldı Şah İsmail. حالا اونجا پسر میگفت، اینجا میگه که شاه اسماعیله، این طرف شاه اسماعیله. شاه اسماعیل geldi sana, güzel adın bildir bana, beni koyma yana yana, müşküldür bana ayrılık. Kız aldı. Hala aldı kız. Dobare Gülzardır, Gülüzardır senin yarın. خودشو حالا به وحلی نمیدونست اسمشو، حالا که فهمید تون چادر دید گفتش که گلزارdı senin yarın, sermede gördüm, seremde gördüm dinarın, vallah budur ikrarım, var git ben seninim. میگه من عاشق تو هم دیگه، پاشو برو. چیز شد. این خیلی جالبه. من برای اولین بار تو عمرم، احتمالا نه چون قبلا شاه اسماعیل رو و کروغلی رو خوندم تو بچگی، 13-14 سالگی اینا اونو خوندم، احتمال میدم یادم نیست، احتمال میدم داخل اون کتابایی که داشتم یه مقدارم قدیمی بودن، احتمالا پدرم داشت و من از پدرم به ارث حالا گرفته بودم، اونجا هم به همین سبک. ولی من بیشتر چرا با این آشنا هستم؟ برای اینکه ما وقتی به تبریز اومدیم، کوچ کردیم از روستا، حالا 7-8 سالم بود، من 9 سالم اینا بود، اومدیم تبریز سال 1350 اومدیم تبریز، رادیو خریدیم. در روستا فقط پدر بزرگ مادرم، یعنی پدر مادرم که پدر بزرگ من میشد، الله رحمت ایلسین، چالبا بشران بابا، یه رادیو داشت، رادیو چوبی از این آلمانی ها بزرگ، میذاشت تو پنجره باز میکرد، همه اینو میشنیدن، اما باکو رو فقط میشنیدیم اون زمان. بعد که تبریز اومدیم دیگه رادیو تبریز بود، یعنی اسگاه رادیو تبریز اسگاه داشت که از دوره خدا رحمت بکنه شهید پیشوری رو، از اون زمان تبریز یه رادیو داشت و خب مردم به راحتی میتونن رادیو بخرن. ما یه رادیو کوچیک خریدیم که هم موج کوتاه داشت، هم موج بلند داشت، هم اف ام داشت و این رادیو تبریز فقط برای شستشوی مغزی بود. رادیو ارومیه هنوز به این مرحله نرسیده بود، اجازه میداد عاشقا بیان داستانهای اینجور داستانها رو تو رادیو میگفتن و بعضا دو تا عاشق میومد، مثلا یکی برای خانم یکی برای آقا
آهنگ رو میزدن و میخوندن. بعضا فقط یک شاکری مثلا من یادمه و بلود، عاشق بلود و عاشق درویش، مثلا اینا یادمه. اینا رو ما اونجا مثلا شاید فرض بکنید که برای مثلا فرض بکنید از 7 سالگی که این رادیو ارومیه رو گچی شد، ما هر روز این رو گوش میکردیم تا فکر کنید مثلا انقلاب. و هرچی من الان تو خزینه لغاتم هستش مال اون دوره است. اگه یه چیزی میدونم مال اون دوره است، برای اینکه من از اون عاشقا یاد گرفتم. حتی هاوالارن، آدلارن فلان از اونها یاد میگرفتم. و سبک ارومیه، عاشقای ارومیه با سبک تبریز و آذربایجان و قره‌داغ متفاوت بود. حالا اونها این شعرها رو میخوندن و چیز میکردن، ما هم اونها رو دیدیم. حالا دیگه اینو ادامه ندیم، فقط من تلاش میکنم عکس رو ببینم، خیلی زیاد نیست. Bek gelip çadırları yerinde görmediktir. حالا وقتی دوباره برگشتن، بی همون بی، امروز میگیم بی بن، احتمالا اینجا اگه نون بخونیم اینا بن میشه. بن gelip çadırları yerinde görmediktir. اینم اومدن دیدن که چادرها سر جای خودشون نیست. دوباره اینجا آلده شاه اسماعیل، اینجا یه جایی حتما شاه اسماعیل اینجا داره یه شعر میگه و شعرشو میخونه. Bulun bulun olmuş huri kızları, bulun bulun ölmüş, ehtimalen başı ölmüş huri kızları, hiçbirisi Gülizar'a benzemez. Gönül gibi severse odur güzel sade, hiçbirisi Gülizar'a benzemez. Kimi al giyinmiş, kimi kırmızı, kimi gül düşer, kimi gül devşirir, kimi نرگزی. حالا دیگه ادامه داره، این دو تا داستان هست خیلی جالبه. حالا دوباره اینجا شاه اسماعیل böyle دیوب ادامه میده. این صفحه بعدی اینجا دوباره چه کسی اینجا الوقت شاه اسماعیل bir وقت gelip sazını aldı. ببینید حالا شاه اسماعیل ساز داره، یعنی اون آلت موسیقیشو داره. bakalım annesine ne dedi. حالا اومده به مادرش داره میگه aldı، sazını aldı، bağrına bastı. خیلی زیباست، دارم عشق میکنم. Ana sütün helal eyle, gözlerinden dönme abi. Gözlerinden dökme abi. Nail oldum ben bu derde, derdimin yoktur hesabı. Ne babam derdime ağlar, bu hasret ciğerim tağlar. Ben giderim anam ağlar, imdad eyle hakkı cenabı. حالا شعر خیلی زیبا نوشته شده، میتونم اینو بخونم. حالا دوباره شاه اسماعیل دوباره یه جای دیگه حالا به یه حادثه رسیده. اونجا ben yarımı bunda saldım ceylana, ben yarımı bunda saldım ceylana, yandı vücudum döndü büryane. Yürüdü boş kalmış gitmiş bir yana, yayla benim gülüzarım gördüz mü? Gördün mü? Yayla benim gülüzarımı gördün mü? حالا رفته و از همون جا که حالا اون جا حالا چه بوده که قبلا گلزار دیده بوده، حالا رفته اونجا گلزار رو داره از زمین میپرسه، زمین و زمان میپرسه. حالا شاه اسماعیل tağlarda gezdikdir. tağlar اینجا همون میشه dağlar. tağlarda gezdiktir. اینم اونجا داره حالا دوباره اینجا هی داره میخونه، اینجا نسویلد، اینجا چی بود ببینیم اینجا چی. حالا دیگه که من خیلی طولش ندم، اینجا gül yeri ile Şah İsmail'in bir arada muhabbetidir.
حالا این یه دختر دیگریه که شاه اسماعیل داره باهاش محبت میکنه. Hala inem kızı. Bebinin bakalım birbirine ne söylediler. Aldı Şah İsmail. Evvel Şah İsmail diyor ki benim derdim var senden bes beter. Söyle yeri ne derdi bilelim. Söyle yeri söyle peri nedir derdin bileyim. Gizli dertlerine dertler geteyim. Gizli dertlerine dertler getelim. Söyle peri nedir derdin bileyim. Aldı kız. Hala kız çünkü sefa geldin otur ömrümün varı. Derdim çoktur sana nice söyleyelim. Alem tabip olsa derman bulunmaz. Derdim çoktur sana nice söyleyelim. Aldı şah. حالا همینجوری دارن مباحثه میکنن دوتا گلپری. حالا اینم که گفتیم در رابطه با عکس دوباره اینجا دارن با یکی دیگه داره هی دهن به دهن میذارن و شعر میگن. حالا این چیه؟ عرب رفته. آره این خلاصه اون داستانی که من از شاه اسماعیل خوندم، برای اینکه 24 صفحه نمیشه، ولی اون داستانی که من خوندم خیلی طولانی بود. حالا اینجا شاه آلده، اول شاه داره صحبت با یه عرب صحبت میکنه. ببینیم چی میگه. Gandahardan geldim Murad almağa, aman Arap gel incitme beni. Ver giderim. Goyu ver gidelim. Goyu ver gideyim kendi yoluma, aman Arap gel incitme beni. Arap çi میگه ببینیم. Seherde bir kelin düştü tuzağa. Seherde bir keklik düştü tuzağa. Avini şaşırmır düşünüp gider. Avini şaşırmış düşünüp gider. Guzgu senden dudakları çatlamış. Guzgusundan dudakları çatlamış. Aldırmış avını aşık var gedir. Aldı şah. حالا شاه چی میگه؟ دیگه بقیه‌شو بذاریم برای دوستان که حالا اینجا چی میشه؟ شاه اسماعیلین عرب ایله جنگیدür. حالا اینجا با عرب میجنگه. عرب رو سیاه نشون داده شاه اسماعیل رو با اون سیبیل و اینا. جالبه. برای اینکه دشمن رو همیشه همینجوریه. نگاه کنید همیشه دشمن با یه چشره برای همین وقتی حتی داستان ها رو میبینیم یا سفرنامه ها رو میبینیم، این داستان ها و سفرنامه ها مثلا حتی داستاننامه فردوسی، اینها دشمن رو دیو نشون میده، خودش رو آدم چیز. برای چی؟ برای اینکه باید اون رو از نظر روانی و شخصیتی در پیش جامعه خودی، جنگ روانی دیگه، جنگ روانی اینجوریه. شما مثلا این عرب رو اینجا چی کشیده؟ حالا نمیدونم اصلش عربی یا نه، حالا ممکنه تو داستان ببینیم که این عرب مثلا اینم تو افغانستان بوده دیگه. شاه اسماعیل بدبختی ما تاریخمون غلطه. جنگی در حالا دوباره اینجا اومده با یکی دیگه چیز کرده. آلdı شاه اسماعیل. شاه اسماعیل چیز میگه iki hasret kavuştuğun resmidir. حالا اینجا با گلزار چیز کردن، رسیدن، کاوشتولار، یعنی به هم رسیدن، به آرزوشون رسیدن. انشالله هر کسی همه به آرزوش برسه، ما هم به آرزومون برسیم هممون. Şah İsmail'in Buhçe'de Gülizar ile görüştüktür. Bahçe in Buhçe nistiş. Bahçe. Bahçede Gülizar ile görüştüktür.
اینجا با تو حالا گلم چیده داره به گلزار چیز میده، گل تعارف میکنه. اینجا با هم شعر میگن. حالا دیگه Şah İsmail aldı Gülizar. Gülizar çi gofт senden ayrılalı bir dem gülmedim. Nişanım sende der yar der. Nişanım sendedir yar sefa geldin. Ben meylimi kimselere vermedim. Derdimin dermanı yar sefa geldin. خیلی زیبا، خیلی زیبا گفته. من اینجور چیزا رو وقتی میشنوم حالم خیلی تغییر میکنه. aldı عرب. حالا دوباره برگشته سر عرب. اون عرب بیچاره کی هست؟ aldı kız. حالا شاه و kız اینا دیگه هم میگن aldı عرب. عرب هم اینجا یه 5 خط عرب صحبت میکنه، نه بیشتر. 8 بیت میگه. böyle deyip söylerken bir de şah. حالا شاه هم ببینیم چی کار کرد، چیزی نگفت. aldı sazı eline bakalım ne söyledi. حالا دوباره شاه بوده چی بوده، ببینیم اینجا چی گفته. گفته که ol vaqt padişah tez cellad gelsin dedi. Kere ağlarım kerem. Kerem ihtimalen kerem ağlarım kerem edin babama bir iki misra türkü söyleyeyim sonra öldürün emri böyle imiş deyip aldı sazı. حالا از شاه اجازه خواستش که در یکی دو کلمه در مورد شاه. قربان olum eşiğine taşına. Kurban olum eşiğine taşına, zulümdür şah baba öldürme beni. O ihtimalen فرزندشو داره میکشه. Götür beni validemin yanına. Götür beni validemin yanına. Zulümdür şah baba öldürme beni. خیلی احساساتش خیلی سنگینه. Şah İsmail babasının huzurine geldiktir. حالا اومده پیش باباش که درویشه، اومده اونجا با یه گل هم تو دستشه، یه تحفه هم آورده. söylediler aldı عرب. حالا دوباره هم یه عرب دیگری احتمالاً شعر میخونه و اینجا ببینیم اینجا چی هست. شمشیر رو گرفته داره چی کار میکنه. شاه اسماعیل'in عرب üzengi، اسمش عرب üzengiه، ایله جنگیدور. حالا اینجا با عرب üzengi داره میجنگه. مشخص نیستش که این شمشیر، من نمیتونم ببینم، احتمالا کشته و اینا. اینجا یه پا میبینم، احتمالا کلش رو زده انداخته اینجا. و صفحه آخر این کتاب رسیدیم دوستان. ببینیم که میتونیم یک چیزی پیدا بکنیم که دل بر تاریخ این باشه و یا نویسنده باشه. ببینیم میشه. Ondan padişahın cenazesini defn ettiler. Şah İsmail dua ederek tahtine oturdup mübarek olsun dediler. Birkaç günden sonra Gülizar'a dönüp dökülüp ihtimalen grup gırgın gece düğün edip bir cümle gecesi Gülizar hanım ile murad alıp verdiler. Cümle ertesi gecesi dahi Geliberi ile Gülperi ile murad verdiler. Mevla sizlere ve bizlere dünyada bir murad olmayan ademlere cennette huri kızları ile server eyleye amin. اسمش اینجاست، اسمشو امضا کرده. بذاری ببینم میتونم اسمو بزرگش بکنیم ببینیم چی گفته.
دوستان اینو خوشنویسا میتونن بخونن، من نمیتونم. این امضاست، قابل خوندن مهدی دارم تلاش میکنم بخونم ولی نمیتونم. اینو خوشنویسا میتونن بخونن، متاسفانه من نمیتونم بخونم. داستان اینجا تموم میشه. شاه اسماعیل گلوزار خانم ایله گاوشتوگی. حالا اینجا این گلزار هم خیلی شبیه پسر هستش، فرقش اینه که فقط این سیبیل داره این نداره. همین. اون حکایت دوم تمت الکتاب. حالا اون کتاب رو تاریخ اینجا زده دوستان. اون داستان دومی که اینجا بود اونم اینجا تموم میشه. ربم کل ساریله لم کل ساریله لم dilem sarilem senin ile deyip muradlerine eridiler. Hikaye bunda tamam oldu. دوباره امضا کرده حلمی حکمت یه چنین چیزیه. تمت الکتاب یوم الاحد، روز اول من جمادی الاخر فی سنه 1330. آقا این کتاب در سال 1330 نوشته شده. اون اول که بوده پس درست روز اول جمادی الاخر سال 1330 این داستان تموم شده. احتمالا همینم در همون زمان تموم شده باشه یا بعداً یکی نوشته باشه، این معلوم نیست، برای اینکه دو تا داستانه، احتمالا در دو زمان مختلف نوشته شده باشه. ولی دوستانی که اهل خط و خوشنویسی هستن میتونن با مقایسه این دو خط داستان اسماعیل و داستان اون یکی سیاه زلف مقایسه بکنن این دوتا خط رو. حالا من اگه اینجوری نشون بدم این دوتا خط رو اگه با هم، من خیلی شبیه میبینم اینها رو، ولی خب این رو کسانی که اهل خوشنویسی و خط شناسن میتونن تشخیص بدن که این رو یه خط نوشته. اگر یه خط نوشته باشه احتمالاً در یک سال نوشته شده و اگر 1330 باشه الان 1346 هستش، 110 یا 116 سال پیش نوشته شده این کتاب احتمالاً، اگر اون باشه. خب دوستان فکر میکنم که این کتاب رو الان 1 ساعت و 22 دقیقه هست روی این کار کردیم. به نظرم خیلی جالب بود، من duygulandım، یعنی چون خیلی احساساتی هم شدم. کتاب لذت بخشیه، کتاب بی‌نظیر، کم نظیره، نگیم بی‌نظیر، برای اینکه کتابای بهتری از این هم دیدیم، ولی از نظر داستانی اینا واقعا جالب بود، خیلی خوشم اومد. من فکر کنم وقتی که نوجوان بودم این کتاب یه ورژن دیگری از این کتاب رو، یعنی داستان شاه اسماعیل رو خونده بودم، کروغلو رو خونده بودم، شاه صنم رو فکر کنم، یه چند تا اینا رو خونده بودم. حالا خیلی دیگه نوجوان بودم دیگه، حالا یادم نیستش. خب با اجازهتون من یه چند دقیقه استراحت میکنم، دوباره با یه کتاب دیگری یه برنامه جدید رو شروع میکنم. متشکرم و روز